یه ساعد ایطوری میخوای پررگ و حجیم. این تمرینایی که ازت میگم بذار تو برنامه‌ت. برای این قسمت از ساعدت با میله خم 90 درجه دست برعکس بزن. این حالت. بیا برای این قسمت از ساعدت با دمبل پشت بازوت بذار تو رون پات. بیا رو انگشت قشنگ، بیا رو انگشت. حالا بیا بالا نگه دار. ای بزن. بیا برای این قسمت از ساعدت یه میله بگیر. این حالت دستت صاف بگیر بزن. برای این قسمت از ساعدت یه دمبل بگیر. این حالت از عقب بیار بالا. اینا مکس کن بالا. بفرستی اونایی که عشق ساعد رگدار دارن با دوست دارن ساعدشو خوشگل بشه. یه کامنت مشتی هم سی کاکت بذارا. یا حق